اصلا حاشیه نمیرم چون وقت واسه کنکوریا طلاست. تو این ویدیو 10 تا روش تست زنی رو بهت یاد میدم که سطح تو از مبتدی به پیشرفته ارتقا میده و درصداتو اگه درست تمرینشون کنی به بالای 70-80% میرسونه. پس بی معطلی بریم تو کارش. شماره 1: بازیابی سخت. بازیابی سخت یعنی مغزت رو مجبور کنی بدون کمک کتاب و جزوه و نکته برداریات با هر زحمتی که شده مطلب رو از حافظت بکشه بیرون. در حقیقت توی این روش شما موظفی قبل از اینکه درس رو بخونی یا قبل رفتن سراغ پاسخنامه تلاش کنی توی ذهنت جوابو پیدا کنی. از اونجایی که خبری از کتاب، جزوه و راهنما نیست، کار مغزت خیلی سخته و این سختی یادگیری رو پایدار میکنه. تو این حالت همش حس میکنی بلد نیستی ولی زور میزنی تا یادت بیاد. این زور زدنه باعث میشه حافظت رشد کنه. حالا چجوری تو خونه تمرینش کنی؟ اول 10 دقیقه درس رو بخون، کتاب رو بذار کنار، 5 تا 10 تا تست از همون مبحث بزن. حتی اگه بلد نیستی 10 ثانیه عمیق بهش فکر کن. آخر سر برو سراغ جوابها. بازیابی سخت واسه امتحانات تشریحی هم روش داره که ایشالله تو ویدیوهای آینده بررسی میکنیمشون. شماره 2: تست زدن فاصله دار. تو این روش ما به جای اینکه هر چی تست توی مبحث داریم رو یه باره بزنیم، اونا رو تو فواصل زمانی مشخص انجام میدیم. مرسوم ترین روش به این صورته: بعد از خوندن درس بلافاصله 10 تا تست از اون مبحث میزنیم، 2 روز بعد 10 تا دیگه از همون مبحث و در نهایت 5 روز بعد 10 تا سوال دیگه. جالبه که بدونید هرچی فاصله بیشتر میشه یادگیری طولانی تر و مطالب بهتر توی مغز میشینن. یه حالت ادوانس هم داره که توی MIT استفاده میشه. بعد از مطالعه 10 تا تست 24 ساعت بعد 10 تا دیگه، 3-4 روز بعد 10 تا دیگه و آخر یک هفته بعد 10 تا سوال آخر. و دیگه این خفن ترین حالت استفاده از این تکنیکه و واسه ثبت اطلاعات تو حافظه بلند مدت بی‌نظیره. شماره 3: آزمون ترکیبی. اینجا موظفی یه ترکیبی پررو از مباحث مختلف جمع کنی و اون رو انجام بدی. پس جای 20 تا تست زدن از یک مبحث، 5 تا از مبحث A، 5 تا از مبحث B، 5 تا C و 5 تا ترکیب ستاشون میزنی. به لطف این روش به سرعت شما میتونی تفاوت بین مباحث رو تشخیص بدی. تو این روش مغز یاد میگیره تفاوت‌ها کدومان، جای اینکه حفظشون کنه و نتیجه این میشه علاوه بر سرعت عملت که بالا میره، یادگیری بلند مدت 2 تا 3 برابر افزایش پیدا میکنه. روش 4: پیش سوال. از این به بعد قبل از شروع فصل جدید یه زحمتی بکش، 5 تا تست از همون فصل رو بدون خوندن متنش بزن. با این کار مغز رو آماده یا به اصطلاح خودمون گرم میکنی تا اطلاعات جدید رو به بهترین نحو ممکن دریافت کنه. روش 5: بازخورد 2 بخشی. اینجوریه که بعد از آزمون اول فقط ببین کدوم سوالات رو درست زدی، کدوما رو غلط. بعد چند دقیقه یا ساعت پاسخنامه تشریحی رو مطالعه کن. تو مرحله اول یادت میمونه کدوما اشتباهن و دیگه تکرارشون نمی‌کنی. اعتماد به نفس و انگیزت میره بالاتر و متوجه میشی کجاها لنگ میزنی. تو مرحله دوم یادگیری عمیق رخ میده. متوجه میشی چرا گزینه فلان درسته یا چرا گزینه فلان غلطه. درسنامه رو میخونی و راههای کوتاه‌تر رو کسب میکنی. این مرحله از اهمیت بیشتری برخورداره، چرا که باعث میشه اطلاعات تو حافظه بلند مدتت ثبت بشن. تحقیقات نشون داده همین تأخیر کوتاه تو دیدن جوابها به تقویت حافظه خیلی کمک میکنه، چرا که مغز تلاش بیشتری واسه یادآوری اطلاعات جدید انجام میده. روش 6: تست زدن انتقالی. ما تو علوم شناختی به چیزی میگیم انتقالی که این شرط رو داشته باشه. فرضاً مغز چیزی رو یاد گرفته و تو شرایط جدید، فرمت جدید یا مسئله متفاوت از اون استفاده میکنه. پس تست زنی انتقالی میشه حل کردن سوالهایی که الگو، متن، اعداد یا شکلشون تغییر کرده ولی مفهومشون همونه. این روش باعث میشه یادگیری بی‌نهایت عمیق
عمیق‌تر بشه. مغز از حالت حفظ کردن به درک مفهومی شیفت کنه، احتمال قفل کردن سر سوالات جدید صفر بشه و حافظت رو به یه ثبات خفنی میرسونه. این تکنیک سر کنکور که اصولاً 70% سوالات جدیدن، عملکردت رو چندین برابر بهتر میکنه. شماره 7: تست زنی با سختی افزایشی. دیگه از اسمش پیداست تو این روش برای هر فصل ما 3 سطح متفاوت تست میسازیم، 5 تا ساده، 5 تا متوسط و 5 تا سخت. بعد همشون رو پشت سر هم میزنیم. این افزایش تدریجی سختی به تاثیرگذاری بیشتر اون مبحث خیلی کمک میکنه. شماره 8: بازآفرینی ذهنی. هدف از این تمرین اینه که ما یادگیری رو به صورت قابل توجهی عمیق‌تر کنیم. واسه همین منظور بعد از اینکه جواب‌ها رو دیدیم و متوجه شدیم به کدوما غلط پاسخ دادیم، این روند رو جلو میبریم. برای هر تست غلط علاوه بر نگاه کردن به توضیحات جواب، علتی که اون گزینه غلط رو انتخاب کردیم موظفیم بنویسیم. دلیل غلط بودن بقیه گزینه‌ها رو هم مینویسیم. اینجوری سری بعدی که آزمون بدی اون اشتباه رو دوباره تکرار نمی‌کنی و از مزیتاش اینه که چون بقیه گزینه‌های غلط هم آنالیز کردی، یک گستره زیادی از جواب‌های غلط رو به راحتی تشخیص میدی. شماره 9 میرسه به آزمون‌های کوچیک روزانه. آزمون‌های کوچیک روزانه یعنی شما موظفی هر روز یه مینی آزمون از خودت بگیری. چجوری؟ به این شکل که حداکثر 15 تا تست انتخاب می‌کنی، اونم از مطالبی که روز گذشته خوندی و به خودت 10 دقیقه زمان میدی و طبق زمان بندی تست میزنی. تموم که شد میری سراغ تحلیل آزمونت، اونم سریع. این حرکت به ظاهر ساده و کوچیک یه اثر خیلی بزرگ داره برات. حالا چرا؟ به خاطر اینکه حافظه بلند مدتت مداوم کار میکنه و همین باعث ضخیم‌تر شدن مسیرهای عصبی میشه و این یعنی فراموشی. خدا حافظ. تو این روش سرعت تست زنیت میره بالاتر و اضطرابت سر جلسه اصلی به شدت میاد پایین. یه نکته مثبت کلیدی دیگه‌اش اینه که بهت کمک میکنه نقاط ضعفت رو زودتر بفهمی. بچه‌ها یادتون باشه لازم نیست برای هر درس 15 تا تست بزنید. به این روش کافیه فرضاً واسه کنکور تجربی 3 تا زیست روز قبل، 2 تا شیمی، 2 تا فیزیک، 2 تا ریاضی و به همین صورت سوالات رو انتخاب کنید. و شماره 10 هم میشه آزمون شبیه سازی واقعی. ساده است، کافیه هفته یه بار 30 تا تست از هفته‌ای که گذشت انتخاب کنید. شرایط آزمون رو برای خودتون مهیا کنید و طبق زمان تست بزنید و در نهایت فقط یه بار مرورش کنید. اینم واسه مدیریت زمان و تطبیق دادن خودتون با محیط خیلی مفیده. بچه‌ها امیدوارم که تو آزموناتون موفق بشید. ممنون میشم اگه ویدیو رو حتما لایک و هایپ کنید و خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب داشته باشید. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارتون.